28 سالگی هیپی ها به قالب یک چارچوب در می آیند. شورشی ها از جوش و خروش می افتند. دیگر شورشی نیستند. کم کم سربراه می شوند و زندگی راحتی را طلب می کنند. یک حساب پسنداز، یک زندگی بی سر و صدا. دیگر نمی خواهند راکفلر باشند. این میل شدید از سرشان افتاده. یک خانه کوچک ولی پابرجا، محلی دنج برای زندگی کردن و داشتن امنیت، زندگی جمع و جوری که بتوانند همیشه آن را داشته باشند و مختصری پسنداز. حدود 28 سالگی به شرکت بیمه مراجعه می‌کنند. کم کم جا گیر و پاگیر می‌شوند. حالا دیگر او آن خانه به دوش اینجا و آنجای آواره نیست. خانه‌ای برای خود می‌خرد تا در آن زندگی کند. او دیگر از آن حالت توحش بیرون آمده و متمدن می‌شود. واژه تمدن از واژه شهروند مشتق می‌گردد. اکنون او جزئی از یک شهر، یک دم و دستگاه جا افتاده یک تشکیلات است. او دیگر نه خانه به دوش است و نه در به در. حالا دیگر به کاماندو و کاتماندو پایتخت نپاله و گوا ناحیه‌ای در غرب هند از مستعمرات قدیم پرتغاله. نمی رود، به هیچ کجا نمی رود. تمام شد. به اندازه کافی سفر کرده و به اندازه کافی در بین مردم شناخته شده است. اکنون می‌خواهد یک جا آرام بگیرد و کمی استراحت کند. در 35 سالگی انرژی حیات به نقطه اومگا، آخرین حرف از الفبای یونانی، میرسد. منحنی به نیمه راه رسیده است و انرژی فرد رو به انحطاط می رود. اکنون شخص نه تنها به امنیت و راحتی علاقه‌مند است، بلکه یک محافظه‌کار، یک ارتدوکس راست آیین مکتبی، یک ضد انقلاب از کار در می آید. اکنون او با هر تغییری مخالف است و همرنگی با جماعت را میپسندد. او مخالف هر نوع انقلاب و دگرگونی است. میخواهد وضع موجود را حفظ کند، چون اکنون سر و سامانی یافته است و اگر اوضاع سر سوزنی تغییر کند همه چیز بر هم میریزد. اکنون او بر علیه هیپی ها و شورشی ها داد سخن میدهد. اینک او به تمام معنا جزئی از تشکیلات شده است و این طبیعی است. اگر اشکالی در کار نباشد انسان هرگز تا آخر عمر هیپی باقی نمیماند. آن هم مرحله‌ای است که گذر از آن خوب است، ولی گیر کردن در آن صورت خوشی ندارد. این یعنی تو در مرحله خاصی گیر کرده ای، بازیگوشی، سر به هوایی یا همجنسگرایی. در اینجا منظور از همجنسگرایی گرایش و دوستی با همجنس بوده و به هیچ وجه همجنس زی نیست. همجنسگرایی بین 7 تا 14 سالگی مطلوب است، اما اگر کسی برای همه عمر همجنسگرا باقی ماند، یعنی هنوز رشد نکرده است و هنوز یک بزرگسال نیست. باید با جنس مؤنث تماس داشت. او جزئی از زندگی است. به جنس مخالف هم باید توجه کنی، چون فقط آن موقع هارمونی اضداد، تفاوت‌ها، نعمت و نقمت، خوشبختی و بدبختی، رنج و سرخوشی، هر دو را با هم لمس کرده ای. به این میگویند تعلیم و تربیت. یک تعلیم و تربیت ضروری. در 35 سالگی فرد باید جزئی از دنیای سنتی و قراردادی شود. او کم کم به سنت، به گذشته، به وداها از کتاب‌های مقدس هندوها، به قرآن، به یک فرد مسلمان از کودکی آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن آموزش داده می شود و او اساس اعتقاد دینی خود را بر این مبنا پایه‌گذاری می نماید. به انجیل اعتقاد پیدا می کند. شخص به کلی با تغییر مخالف است، چون هر تغییری به منزله به هم ریختن زندگی خود اوست. اکنون تو خیلی چیزها داری که از دست بدهی. تو نمیتوانی طرفدار تحول و دگرگونی باشی. تو میخواهی موقعیت فعلی را حفظ کنی. تو خواستار
حراستی، تو طرفدار قانون و دادگاه و حکومتی، تو دیگر هرج و مرج طلب نیستی، تو در بس طرفدار حکومت و قوانین و مقررات و انضباط هستی. در 42 سالگی همه جور بیماری جسمی و روانی مثل قارچ سبز می شوند، چون اکنون زندگی رو به افول است، انرژی به سمت مرگ می رود. همانطور که در آغاز انرژی های تو رو می شوند و تو روز به روز سرزنده تر، پرتحرکتر و قوی تر می شوی، اکنون درست عکس اینها اتفاق می افتد و تو هر روز رو به ضعف می روی. اما عادات سابق همچنان پابرجاست. تو تا 35 سالگی به قدر کافی می خوردی و می آشامیدی. الان اگر همان عادات پیشین را ادامه بدهی پیه می آوری. دیگر به آن همه غذا احتیاجی نیست. یک زمانی احتیاج بود ولی حالا نیست، چون زندگی رو به مرگ می رود و بدن به آن همه غذا نیازی ندارد. اگر کماف سابق به پر کردن شکم ادامه می دهی، آن وقت همه جور مرض به سراغت می آید. فشار خون، حمله قلبی، بیخوابی، زخم معده، اینها همه حوالی 42 سالگی بروز می کنند. 42 سالگی یکی از بحرانی ترین و خطرناک ترین سنین است. موها کم کم می ریزند و سفید می شود. زندگی لباس مرگ به تن می کند و نزدیک به 42 سالگی مذهب برای اولین بار در زندگی حرف اول را می زند. تو شاید پیش از این مذهب را مزه کرده باشی، اما اکنون برای نخستین بار اهمیت پیدا کرده است، چون مذهب ارتباط عمیقی با مرگ دارد. اکنون که مرگ در حال نزدیک شدن است، اولین جرقه های عشق به مذهب در دلت روشن می شود. کارل گوستاو یونگ، روانشناس سوئیسیه که تولدش 1875 میلادی بوده، 1961 میلادی هم از دنیا رفته. میگوید در سراسر زندگیش مشاهده کرده است که افراد حوالی 40 سالگی همواره در طلب مذهب بودند. اصولا برای دیوانگی، عصب پریشی و روان پریشی این عده هیچ کاری نمیتوان کرد مگر اینکه عمیقا به مذهب روی بیاورند. آنها به مذهب احتیاج دارند. نیاز اساسی آنها مذهب است و چنانچه اجتماعی غیر مذهبی بوده و تا به حال چیزی از مذهب به تو نیاموخته باشد، حوالی 42 سالگی دچار مشکل عدیده‌ای خواهی بود. چرا؟ چون اجتماع به تو راه نمیدهد، هیچ جایی را به رویت باز نمی‌کند و به تو جهت نمیدهد. ولی 14 ساله بودی، اجتماع برایت خوب بود، چون اجتماع هیجانات جنسی تو را به اندازه کافی پاسخ میداد. اجتماع، به ویژه اجتماعات غربی، سراسر لهو و لعب، شهوترانی است. ظاهراً مسائل جنسی تنها کالایی است که در هر کالایی مستثر است. می‌خواهید یک کامیون 10 تنی بفروشید، یک زن لخت باید روی آن بچسبانید. برای خمیردندان هم همینطور. در کشورهای غربی برای عرضه کالاهای تجاری خود و جلب خریدار از زن و سیمای او به شکل افسار گسیخته‌ای بهره برداری می شود. کامیون باشد یا خمیردندان فرق نمی کند. یک زن برهنه همیشه آن پشت با لبخند تو را به وسوسه می اندازد. در واقع این زن است که به فروش می رسد. کامیون یا خمیردندان فروخته نمی شود، این زن است که به حراج گذاشته می شود و چون لبخند آن زن به همراه خمیردندان عرضه می شود، مجبوری خمیردندان را هم بخری. همه جا سکس می فروشند. بازار کالاهای جنسی است. به این ترتیب هرچند القا می شود که اجتماع غیر مذهبی برای جوانان خوب است، اما آنها قرار نیست برای همیشه جوان باقی بمانند. وقتی 42 ساله شدند، ناگهان اجتماع آنها را در برزخ تنها می‌گذارد. نمی‌دانند چیکار کنند. این است که عصبی می‌شوند، چون بلد نیستند چیکار کنند. تا به حال در این زمینه آموزش ندیده‌اند. برای رویارویی با مرگ هیچ نوع آموزش انضباطی به آنها ارائه نشده است. اجتماع آنها را برای زندگی آماده کرده است، اما کسی به آنها یاد نداده که برای مرگ آماده می‌شوند. آنها به همان اندازه که برای زندگی آموزش دیده‌اند، باید برای مرگ تحت آموزش قرار گیرند. اگر اختیار دست من بود، دانشگاه‌ها را به 2 بخش تقسیم می‌کردم. بخشی برای افراد جوان و بخشی برای افراد پیر.
جوانان برای آموختن هنر زندگی کردن، مسائل جنسی، بلندپروازی، مبارزه و غیره، بعد وقتی پیرتر شدند و به مرز 42 سالگی رسیدند باید دوباره به دانشگاه برگردند تا درباره مرگ و خدای یگانه و مراقبه بیاموزند، چون حالا دیگر دانشگاه‌های قدیم دردی از آنها دوا نمی‌کند. آنها به تعلیمات و انضباطی جدید نیاز دارند تا بتوانند با مرحله جدیدی که با آن روبرو هستند انس بگیرند. این اجتماع در هم و آشفته آنها را در بلا تکلیفی رها می‌کند. به همین دلیل هم در غرب تا این اندازه بیماری روانی شایع است. در شرق اینطور نیست. چرا؟ چون در شرق هنوز در مجموع تعلیمات مذهبی ارائه می‌شود. این تعلیمات کاملا از بین نرفته است، هرچند ممکن است غیر اصولی و ضعیف باشد، ولی هنوز پابرجاست و همین گوشه و کنار یک جای قابل دسترس است. البته نه در متن بازار و گرم زندگی که فقط در حاشیه، اما به حال مسجد و یا مکان مقدسی برای عبادت هست بیرون از مسیر زندگی. اما هنوز در چند قدمی هر کوی و برزن موجود است. باید چند قدمی راه بروی تا خود را به عبادتگاه برسانی. هنوز وجود دارد. در غرب مذهب دیگر جزئی از زندگی نیست و اکثر مردم در حال دل کندن از آن هستند. از این روی حدود 42 سالگی غربی‌ها کارشان به مشکلات روانی می‌کشد. هزاران نوع اختلال عصبی بروز می‌کند، زخم‌های گوارشی، زخم معده و حسن و عشر، اینها همه رد پای جاه طلبی آدمی است. افراد جاه طلب باید هم زخم معده داشته باشند. جاه طلبی دندانش تیز است و خوراکش تویی. زخم معده چیزی نیست جز خودخوری و از خدا بیگانگی. تو چنان عصبی و ناراحتی که به خوردن مخاط معده‌ات روی آورده‌ای. تو تنیده‌ای و معده‌ات چنان سفت و تنیده است که هیچ وقت استراحت ندارد. هرگاه ذهن دچار تنیدگی است، معده هم منقبض و تنیده است. زخم معده و زخم اثناعشر رد پای جاه طلبی هستند. زخم گوارشی تو نشان می‌دهد که آدم بسیار موفقی هستی. اگر زخم گوارشی نداشتی پس آدم فقیری هستی. زندگیت ناکام بوده است و تو به کلی شکست خورده‌ای. اگر اولین حمله قلبی حدود 42 سالگی به تو دست داده باشد آدم موفقی هستی. حداقل باید نخست وزیر کابینه‌ای، کارخانه‌دار ثروتمند یا هنرپیشه معروفی بوده باشی، وگرنه این حمله قلبی را چطوری توجیه می‌کنی؟ حمله قلبی معرف موفقیت است. همه افراد موفق و قربانی تکنولوژی و صنعت روزی دچار حمله قلبی میشوند. چاره دیگری ندارند. کل سیستم بدن آنها تحت فشار عناصر سمی است، عناصری مثل جاه طلبی، آرزو، آینده، فردا که هرگز ورود خارجی ندارند. تو زندگی خود را در رویا سپری کرده یا حالا سیستم تو دیگر نمیتواند آن را تحمل کند. تو چنان برای آینده عصبی و نگرانی که تنیدگی همان شیوه زندگی تو شده و اکنون به عادتی ریشه‌دار بدل گردیده است. در 42 سالگی دوباره یک وقفه روی می‌دهد. شخص به فکر مذهب و سرای باقی می‌افتد. زندگی بسیار کوتاه به نظر می‌آید و وقف کمی باقی است. چطور می‌توانی به خدا، به نیروانا، به اشراق برسی؟ از اینجا به بعد نظریه تناسخ یعنی جابجایی و تسلسل روح در موجودات دیگر که اصول ادیان و مذاهب هند است دست به کار می شود. نترس، دوباره به دنیا می آیی، دوباره و دوباره. چرخ زندگی همچنان به گردش ادامه خواهد داد. دلت قرص باشد. زمان به اندازه کافی هست. ابدیت به حد کافی باقی مانده. می توانی آن را به دست بیاوری. به همین دلیل هم در هندوستان 3 دین، جاینیسم، بودیسم زمان پیدایش این دین قرن 6 پیش از میلاد در هند است و آورنده آن سیدارتا گائوتاما و کتاب مقدس این دین تریپیتاکا به معنای 3 سبد دانش می باشد. مذهب بودا فلسفه از خودگذشتگی و تصرف است. باید از خود گذشت تا به جهان واقعی وارستگی و غایت مقصود رسید. شهر مقدس بوداییان لاهاسا پایتخت تبت بوده و پیشوای مذهبی آنها دالای لاما نام دارد.
و هندوئیسم متولد شد. این سه در مورد هر مسئله‌ای به جز تناسخ با هم اختلاف نظر دارند. نظریه‌های چنین واگرا که حتی در مورد مبانی اصلی خداشناسی، ماهیت نفس و غیره اتفاق نظر دارند، اما هر سه نظریه تناسخ را قبول دارند. پس باید نان و آبدار باشد. آنها هر سه به وقت احتیاج دارند، چون برای نیل به برهمن، هندو آن را برهمن می‌خواند. به وقت زیادی احتیاج است. چه آرزوی دور و درازی! اما تو تازه سر 42 سالگی به برهمن علاقه‌مند می‌شوی. پس فقط 28 سال وقت باقی مانده است. و این تازه آغاز این علاقه‌مندی است. در حقیقت در 42 سالگی تو در عالم دین تازه یک کودک نوپایی و فقط 28 سال باقی است. زمان به نظر خیلی کوتاه می‌آید و به هیچ وجه برای فتح چنین قله‌های مرتفعی کافی نیست. هندو به آن می‌گوید برهمن، جایناها آن را موکشا، آزادی کامل از همه کارما. نیروی پدید آمده از اعمال شخصی در هندویسم و بودیسم برای ابدی ساختن تناسخ یا حلول روح و به لحاظ عواقب اخلاقی آن اعمال جهت تعیین سرنوشت زندگی بعدی به طور ساده قانون عمل و عکس العمل. هرچه از این دست بگیری باید از آن دست بدهی و برعکس، و این قانون جاودانگی است. گذشته مینامند، اما هزاران و بلکه میلیون‌ها زندگانی در گذشته وجود داشته است. در عرض این 28 سال تو چطور میتوانی از پس همه آنها بر بیایی؟ چطور میتوانی کل گذشته را خنثی کنی؟ گذشته‌ای به این وسعت با آن همه کارماهای بد و خوب آنجاست. تو چطور میتوانی در عرض 28 سال همه گناهانت را بشویی؟ این غیر منصفانه به نظر میآید. خدا چه توقعات زیادی از آدم دارد. این محال است. اگر 28 سال به تو وقت بدهند، احساس نومیدی و سرخوردگی خواهی کرد. و بودایی ها که هیچ اعتقادی به خدا و روح ندارند، آنها هم تناسخ را قبول دارند. نیروانا آرامش ناشی از وحدت با روح جهان هستی. نیروانا آن خلأ نهایی، آن خلأ مطلق. تو که تا خرخره از مهملات چندین زندگانی پر شده ای، چطور میتوانی در عرض 28 سال خود را از بار این همه فشار سبک کنی؟ واقعا که شق القمر است. به نظر محال میآید. این است که همه آنها در مورد یک چیز توافق دارند: به آینده طولانی‌تری احتیاج است، به وقت بیشتری نیاز است.